18مین موج حمله موشکی ایران به اسرائیل انجام شد. همزمان به این حمله صدای آژیر خطر در تل‌آویو و چند شهر دیگر به صدا درآمد و ساکنان این مناطق به پناهگاه رفتند. بر اثر اصابت موشک به تل‌آویو علاوه بر شنیده شدن صدای انفجار، برخی ساختمان‌ها آتش گرفته و خسارات به بار آورد. یک روزنامه اسرائیلی نیز به نقل از منابع آمریکایی نوشت که ذخایر موشکی سامانه پدافندی خط 3 پیکان 3 رو به پایان است و در صورت ادامه جنگ در هفته آینده ممکن است به پایان برسد. از سوی دیگر سپاه پاسداران با پخش اعلامیه گفته است موج 18 عملیات وعده صادق 3 در مرکز فلسطین اشغالی و فرودگاه بن‌گوریون علیه اهداف نظامی و مراکز پشتیبانی عملیاتی ارتش رژیم صهیونیستی به صورت هجوم انبوه از پهپادهای انتحاری و رزمی شاهد 136 و موشک‌های نقطه زنسوخ جامد و مایع به اجرا درآمد و اهداف از پیش تعیین شده را نابود ساخت. در اعلامیه سپاه پاسداران آمده که عملیات‌های ترکیبی موشکی پهپادها به صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد یافت. به گزارش گروه بین‌الملل، عباس عراقچی در گفتگو با شبکه خبری NBC گفته ایران هرگز غنیسازی را متوقف نمی‌کند. وی گفت دیگر نمی‌دانیم چگونه می‌توانیم به آمریکایی‌ها اعتماد کنیم. ایران هرگز با توقف کامل غنیسازی اورانیم موافقت نخواهد کرد و اسرائیل باید پیش از هر گونه مذاکرات با آمریکا تجاوزات خود را متوقف کند. وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا دیپلماسی میتواند در 2 هفته راه حل برای حل موضوع هسته‌ای ایران بیابد، این به آمریکایی‌ها بستگی دارد تا عزم خود را برای یک راه حل مذاکره شده نشان دهد یا اینکه چیزهای دیگر در ذهن خود دارند و میخواهند به ایران حمله کنند. عراقچی افزود آنها شاید این طرح ریزی را دارند و شاید به مذاکرات نیاز دارند برای اینکه بر آن سرپوش بگذارند. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای در عین حال تاکید کرد ما نمیدانیم چگونه میتوانیم به آن اعتماد کنیم. کاری که آنها انجام دادند در واقع یک خیانت به دیپلماسی بوده. گزارشگر گروه بین الملل میگوید سید عباس عراقچی پس از نشست مشترک با هیئت اروپایی در جمع خبرنگاران گفت با وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان و نماینده عالی اتحادیه اروپا در ژنو دیدار و گفتگو کردند و افزود در این نشست نگرانی جدی جمهوری اسلامی ایران از عدم 3 کشور در محکومیت اقدام تجاوز رژیم صهیونیستی ابراز شد و تاکید کردید جمهوری اسلامی ایران به حق دفاع مشروع خود علیه این رژیم با هدف توقف تجاوز و عدم تکرار آن به طور جدی و قاطعانه ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران افزوده است که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد. از این رو حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران یک جنایت بزرگ تلقی شده و نقض شدید قواعد آمره حقوق بین‌المللی محسوب می شود. در این چارچوب از عدم محکومیت این حملات توسط 3 کشور و اتحادیه اروپا به طور جدی ابراز نگرانی و انتقاد شد.